مهربانی بیایم این بعض گپایی که هست و پلانایی که گرفتیم بخیر یک خوشخبری سک با دوستای ما هم شریک بسازیم. میمان نه با سواپیچ سواپیچ میکنم. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحت سلامت باشین. خوش آمدید به یکی از دیگر ولاگ‌های ما. مادر جان کجا میری؟ بخیر تو تیاری گرفتی؟ خب جان مادر خود خبر دادی که امشب هم بخیر یک ولاگ همونطور متفاوت و بسیار خوب با یکی از دوستای ما داریم که هموطنای ما و دوستای ما را هم برنامه‌شان بیننده است و علاقمندشان است و ای که میریم بخیر خانه ازوا دیگه بیا بریم بخیر که پدر بیرون منتظر است. بازی سلام علیکی هم میکنیم و ای که با پدر جان میگیم که کجا میریم و چی گپ است. صحیح. خب جان مادر بچه ها رو متوجه باشیم ما بخیر زود میریم. درست. زود پس میریم. زود نه که زود بریم بی که زود پس یک 3-4 ساعت بعد. خب خیلی کار کو که سلام علیکی پدر تا بگی یا می طرف پدر ببینه که چی میکنه ما می سلام دوستای عزیز، امیدوارم صحت سلامت باشین، در هر گوشه و کنار دنیا که هستین خوش و خرم و سرحال و سربلند باشین. خوش آمدین به ولاگ جدید ما. با ولاگ گفتی فاطمه جان؟ نه. خب بیا خیلی باشیم بیا. ما گفتم باش کجا روشن میره؟ نه. خب باش که ما سلام علیکی نکنیم. سلام به همه هموطنای گلم. امیدوارم که خوب و صحت و سلامت باشین و در هر گوشه و کنار دنیا که هستین کنار فامیلای عزیزتان خوش آرام باشین و یکی باز هم خوش آمدید به چینل یوتیوب خاموش اند فاطمه فامیلی ولاگز. لایک، سابسکرایب، کامنت، شیر و دوستایتون نکنید. خب اندال دیگه میگیم بر دوستا کجا میریم. وطندارای گلم دیگه ما امشب بخیر برای چای خوردن میریم خانه خالد جان و فرشته جان. دقیقاً 100% امو گپی که فاطمه جان گفته بود چای قصه را دومین برنامه‌ش میریم کجا؟ پیش خالد جان و فرشته جان. بریم فاطمه جان که تقریبا این 20 دقیقه نیم ساعت هم بهتر شد. و این که ناگفتنمونه که گپایتان حتما در فکر ما هست انشالله. این دفعه ما کم گپ میزنیم میمونیم. 100% دیگه من گپ نه ولی من کم گپ میزنم خیره به خاطر شما. خب ما باز میمان خانه هم بیام اونجا آدم زیاد گپ میزنه که میمان دخ نداره نه؟ صحیح. به اون خاطر میمانم گفتن همیشه خانه خودشان هست، فامیل ما هستن، دوستا و عزیزای ما هستن. خب آمون خیلی برو بخیر تو بریم دیگه کات بگیریم. یک کات میگیریم. یک کات میگیریم بخیر به خاطر که چیست باز درا اگه کات دیگه که میرا جان بچه‌ها رو متوجه باش بخیر ما میریم انشالله که پس میم زود میریم. صحیح. فعلا با ما باشید. وطندارای گلم بازم خوش آمده به ادامه برنامه ما. دیگه ما بخیر حرکت کردیم طرف خانه فرشته جانشان. باش کم یوسف جان ما سلام علیکی نکردی. یوسف جان سلام بتی. سلام دوستای عزیز. آفرین. چیز نه دیگه. خب همون جانم دیگه درایف داره. خب وطندارای گلم فقطی که برنامه ما را از اول تا آخر بیننده باشین انشالله که مثل همیشه که گفتیم کوشش میکنیم که برنامه فوق العاده و عالی برای شما داشته باشیم شما هم از دیدنش خسته نشه و این که اگر هر روز نتونستیم برنامه همونطور فوق العاده داشته باشیم براتان اما برنامه‌ای که روزمروزه هم میسازیم اونا را هم بیننده باشین. اما تو ببینن. بله به خاطر که وقتی که ولاگ میگیم همون جان اینمی زندگی روزمروزه ماست که ما به تصویر میکشیم. دقیقاً 100% بچه کلی توسک جان پدر که مادر اینم تو آفرین 100%. بله دیگه ای که امشب هم این برنامه است که برنامه‌ای که براتون گفته بودم که برنامه ریزی کردیم ان شاء الله که همونطور اگر حمایت شما خوب باشه بازدید و بیننده خوب داشته باشه به خاطر که آدم زحمت میکشه امو که شما ببینین و خوشتان بیای آدم خوش داره که باز برنامه خود ادامه بده و ما میخوایم که انشالله که می برنامه چای و قصه رو بخیر با همکاری و حمایت شما بخیر ادامه بدیم و این که بخیر نظریات نیکتان بنویسید که می نویسن انشالله. نظریات شما بنویسن بگن که در کدام با کدام شای مثل که مثلا در او برنامه نه
گفتن که ما زیاد گپ میزنیم. نه صحیح است، دقیقت ما قبول داریم. از اون خاطر میخوایم در این برنامه جبرانش کنیم فاطمه جان. صحیح است نه؟ نمیگم که گپ هم نمیزنی، گپ نه گپ هم میزنیم تو گنگه خو نمیشیم فاطمه جان. ولی خب بازم به خاطر از اینکه خسته نشه دوستا ما کوشش میکنیم وقت میتیم برای مهمانای ما. ما گفته این مردم پاکستان هم اردو زبانه که زیاد چیز کنی باز میگه تابعداریم. ما تابعدار هستیم. ما زیاد جان کوشش به این داریم که این برنامه که ما ثبت میکنیم کلش بر ما خاطره بانه، به خاطر که شرایط آمده که هر یکی دوست ما از پیش ما دور میشه و اینا. شخصا خودم نمیره میخوایم که با هر دوست ما که ولاگ می داشته باشیم تو خاطره بانه در چینل جدید ما در خاطرات خوب ما ضبط شود. و ای که آمون جان دیگه کت میگیریم به خاطر که دوستم شورک خورده میره نزدیک خانه هستیم بخیر. انشالله که ما دوستای ما هستیم بخیر. آمون جان زن زدی آمون جان؟ پیام کردم یا راستی زنگ در روزه رو میزدی؟ نه رسیدم میگم خیلی سوسات چو که دارید چراغ سرخ میزنه؟ و این تا زنو بگی خیلی میگیری که روشنی اون طرف است ما این طرف اینه تو صحیح نه دیگه رسیدیم میگم منتظر هستیم بیشتر ما کوشش میکنم در این برنامه تو باشی به خاطر از اینکه قصه داشته باشی خیر کلما می باشیم نمود برنامه کلگی می باشه دیگه این خالد جان و کی نوشته کردین آمد خالد جان سلام علیکم خوب هستین صحتمند چیال داریم بخیر برین آمون جان برین اجازه شروع کنیم دیگه چرا خواهش میکنم سریع یا بخیر باش ممی مهربانی بیا ببین یوسف جان سلام خواهر جان خوب هستین صحتمند خیرت جان تامجور خوش باشین زنده باشین کشید چبلا قایتا باشین سلام بابا جان سلام بابا جان اموچک آخه والله اول دیگه بچه ها دیگه مصروف می باشن در نمو چیزایی چی میگن این تو اصلا آنلاین نمیفهم چی میگه خواه بعد از اون یک داره اکسس کردم شما که میران یک داره از گیما دور باشه بسیار کار خوبه آنلاین تایم از اون بوده مستادش هم یالا پیشید میشه خب بیا بالا تیشه بیا کار نکش از این را در اختیار داری والا میگذره دیگه یک ذره خوب شده هوا خوب شده خواهش میگم نه بازستان دست اونجا دستان دست میگم شال بازستان میریم کلا ما مشکل همراه دوستان دیگه سلام علیکم دیگه عزیزان در سلام برسه خدا کنه تا جور و صحت سلامت باشین بازم امروز فاطمه جان و برادر ما امو جان به خانه ما خوش آمدید میگیم همتونه دیگه شکر که امروز میمان ما هستید زنده باش قربان سلامت باشید سلام گرم خود تقدیم بیننده‌های خاموش فاطمه فامیلی بلاگ میکنم بسیار زیاد تبریک باشه چینلتان رسید کنمانه و باور بکنید من مشتریان گفتم خدا بسیار زیاد سابسکرایب هم گرفتیم بسیار بیننده‌های خوبم اگه نه من خودم شخصا در اوایل شروع کرده بودم و خودم البته تصمیم ما فامیلم شروع کردیم من خدا
دو سال حمایت کردن درست شما آوری دقیقاً. قبل از اون ما که شروع کردیم بسیاری کسا در 3 ماه در 4 ماه بسیار با مشکل یوتیوب مونتایز میشه سابسکرایبر بالا میده اما شما فضل خدا که بسیار بازترین فرصت دو سال خیلی حمایت کردن و زود واقعاً رسیدن رفای حمایت صادقانه به براتون بگویم از مشوره ها و از حمایت های اینمی آدم و دوستای دیگه ما که هستن در از کار همی یوتیوب اینجا کار میکنن همشان دست به دست دادن واقعا از همشان ممنون هستیم قبلا در برنامه گفتیم یعنی لطف کردن چینل شیر کردن با دوستا اینا که بالاخره تونستیم که به یک مرحله برسیم دیگه زنده و سلامت باشه و اینکه من خب بیخی امید دست دارم به خاطر که در چینل قبلی خداحافظی ما نشر نشد به اون خاطر من دیگه ناامید بودم بیخی میفتم که بیننده از کجا خبر شدن که ما مثلا چینل جدید ساختیم باز من میگفتم که اگه برنامه اول ما یک 100 نفر میبینه بسیار زیاد است اما شکر خدا با حمایت دوستا همکاری دوستایی که شما اینجا بودید واقعا که بسیار زیاد خوب پیش رفت خیلی زودتر خبر شد نام خدا شما خیلیش نامت هستیم یک دو سریال جدید هم به شما مبارک باشه به شما مبارک باشه که بسیار بسیارخانه منتظر هستیم بخیر همونجا ما خود شعبات کار می داشته باشیم همونجا وردی ما کار داریم سعید همون شبه که صحنه های یک جای شروع میشه دیگه تقریبا از ما خودت نه همون شبه که سکانس های ما شروع شد قسمت های سریال که میایه بخیر شما باز بیننده باشه باز ما خالد جان اسلام‌آباد کار می داشته باشیم میگیریم فعلا تو در این چند وقت یاد چیز نمیگیم یا پیغام هستن از یاد نیست نه چند وقت دیگه بخیر یاد داخل صحنه وارد میشن باز ببینیم چی میگه باز ما میفهمیم چی حال فرار فقط اما دور از همه گپایش فاطمه خوارم من در چی که دیدم نقش که بازی میکرد در سب خب او وقت داد آموزان نشده موزیک یا وقتی که موزیک انداخته میشه وقت داد میشه واقعا میبینی نه باز بسیار زیاد یک حال هوای دیگه میتر بیخی اگه بالا هوای دیگه و واقعا بسیار زیبایی سریال بخشیده بهش یک مادر است و تمثیل که مثلا میکنن یعنی کار هرکس نیست مثلا هرکس هم نمیده شما مشکل است من به خاطر از این بسیار خوب نقش بازی میکنم چون گذشته سینمایی نداشتم نه یا همون صداش فوق‌العاده دارن یعنی بسیار عالی است و من این سه قسمت سریال کار نشد شده بسیار زیاد در ما خوشایند بود چون ما در این نقشا نبودیم ما نبودیم چی رقم ثبت شده استاد با هم بسیار زیاد خوشایند ما هم نبودیم بسیار چیزا دیدم و گفتم جالب بود چقدر جالب است و همچنان خودتان من خاموش در عزیز همیشه میگم که چیز شما میتونید که به حساب اصلی سریال سازی یا مطمئن هستم دوستا میگه رو برشان بزنن بگن که نظر بخواین مطمئن هستم نظر معلومشان میتونید باشم میگم خودتان بسیار یک تمثیل بسیار عالی میکنین اگر بتونید که همیشه سریال بسازین پیشرفت کنین راستی در حساب سریال ساختن یک تیم قوی کار است تیم بدون تیم بسیار زیاد مشکل است یک نفر یعنی ناممکن است از اون خاطر اگر آفرین نوری ساخته اگر یک تیم تشکیل بتونن دیگه مطمئن هستم که بازو وقت دختر خودم و بچه فن خودم میتونن با خاطر بسیار نقش عالی بازی میکنین جالب است که در دو مورد است که اگر نقشکا از لیلا را سریال لیلا را نمیگم باشه باز خودشون ببینن ولی فیلم اجبار اجبار دی از میوان جان دین اجبار یک فیلم جالبی که دادم ریشش نمیدم یک نقش خراب که بی در بزر از هدف بگم نگفتم میزه حساب دقیقا محمد بگم هر کس میتونه بچه فیلم جان و بدماش فیلم که از اون خاطر در نقشه منفی بسیار زیاد مشکل است مگه البته من یک کدام تجربه سینمایی نداشتم و اگر بازم برتر نداشتم در محترم نداشتم وقتی من نوری زنگ داد به حساب پیشنهاد چی من رفتم بهش گفتم یا علاقه ندارم دوست دارم یا دوست دارم علاقه ندارم در حساب از اینکه من یک بار در جشن مهرام از خود من پرسان کردم گفتی نه راستی من ندارم اما اگر پس خب وقتی نیت یک انسان میبینی رفتار کردارش میبینی و خصوصا یک سریال که واقعا یک پیام بسیار زیاد خوب داشته باشه دقیقاً من خدا شاید از بهش گفتم من یعنی علاقه راستی ندارم که باید کار بکنم اما پیشتر گفتم
اما وقتی که سنیتشان دیده سنیتیشان آمدم که فرشتان افشان من مشوره کردم رئیسی هم که دارم پیشنهاد کرده بودم باز گفتم هر کدام شد خودتان لایق می‌بینید مشکل نیست اگر این آقا شما گفتم اگه من سیاه کار کنم باید اولین بار در چنل خودم نشر شدم یعنی میخوام در چنل خود ثبت کنم و من امکاناتشان دارم هر کار که یعنی بخوایم میتونم یعنی واقعا استعدادش هم داره یا در سیاه یک مدرت میخوایم فاطمه جان خالد بیادر ما خیلی خلاق هست یعنی واقعا شما برنامه همین نه که پیشوریش بگم این برنامه گفت بود نه این کار آسان نیست واقعیتش شما گرافیکش جور کو دیگهش جور کو گیم جور کردن نه وقتی که بیننده انتخاب میکنم و علاقمندار انتخاب این کار آسان نیست ادیت شام اونجا دوست داره میگه خالد جان زیاد سر ادیت یعنی من ادیت واقعا میبینم من میفهم دیگه اگر با اینطور اگر مسلکیش مثلا نباشیم گرچند کارهای خبرنگاری گزارش را کردیم دیدیم ولی من نیست یک بیننده برای من یک چیز دیگه میده مثلا از اینی خاطر نه که من شما را تعریف کنم و در قسمت همون شارت ویدیویی که شما ثبت کردید او واقعا کل کارهای دنیا یک طرف بسیار ثقیل ثبت شده و شما با یک چیز کردین با یک تلفن نه؟ تلفن و می 2 نفر میگم 2 نفر رو در یک تلفن باز پس سر از زیادت از اون آسان کار نیست تو نه که چیز چرا اصلا گروپش گلاس میترس چرا برای چانان میکنم نکو دیگه نره خودش خیلی نباشم شما 2 نفر تا فعلا برایتان گپ بزنید من 2 تا بشقابم بیارم بختر شما چند یادم رفت از این خوارم مشکل نیست زیاد زحمت نکنید با خدا تو با زحمتتان راضی نیستیم یعنی با بیننده میگفتیم که من خالد جانم دیدم دیگه در مقابل ما هم شیشه بودن اونجا تمثیل که کردن از انشالله دیگه دوستا بخیر میبینن بار اول شما واقعا فوق العاده بازی کردن انشالله که خودتان میتونی بخیر رفتشم که از چینل خودتان سریال های خوب داشته باشین دیگه نمیخوام که پلشجان قدر سریال ها و این فیلم های کوتاه گردید کدام علاقمندی پیدا کرده یا نه میخوای کدام بخیر سریال در مقابل خالد جان یا چی نقش بازی کنن شما رو دیدیم بخیر میخوایم هم دختر خوب شد نیست دیگه این بچه فیلم پالی داشته اونا بکنید یعنی هر آن چیزی را که آدم نمیتونم هیچ وجود نداره و باور ما یعنی گپ نوری صاحب برای من گفته بود وقتی که فاطمه سریال گفتیم بین خود یک سریال که چیز هم زندگی خود تا قسمتی هم پیش کرد باز تصفانه کنم من چه وقت باز نشد میشه دیگه آره خداوند میفهمه و هر صورتش باشه سر جایش گپش فقط همه خدر من احتمالا می نمیتونه یعنی داستان نوشتهش دیگه در خود این پیشونیش این تو شنید میگه هاشمی صاحب میادش بخیر میشه شده بود ولی نوری صاحب که اصلا نمیشه باز این جمع میشه در سایکت در همیشه توقع نداره میتونه بگی تو نمیتونه نگو نیست هیچ وجود نداره کسی که خودش بخواه انجام داده میتونه میفهمم بخیر فرشته جان میتونه همیشه خواستم دانستم اصلی آدم در هر کار که میتونم 100% میتونم دیگه فعلا باشه دیگه چون ما در اول خلاصی در نام اومدیم دوم دیگه باز نام آمدیم ما هم نوجان که این راستی کلچه دل من همیشه هم آواز این دیگه چیزایش میخوام نوش جان یا بینید بیاد نانیدی والا خبرش نیم بخاطر از این که نیم والا تای میشن دیگه بچه ها دیگه پناهشون به خدا خانه هست دیگه 6 تا میتونه بگیره یکان جا به خاطر میبرمشونه که میرانه که بعضی جا میباشه که کمرن مثلا ما نمیتونیم یا هم جایش نیست بسته شد دیگه باز میرانک میره که بگیره اگر نه خب از وقتی که کتی دیگه اروال صاحب و بیبجی و اینا هستیم پس خدا با دل ما جمع است که اونا بالا هستن این خانه هم اینا پایین با دل ما جمع‌تر هستن باز اگر در بلاگ میبودیم تنها مثل سابق باید شرایط از مشکل تر میبود باز مجبور میبودیم و دوم دیگه این نمیشه مثلا کدام جای نیست که اونا برن و خانه خاله باشه خانه بابی باشن این نمیشه که میان احساس شمطه میشه احساس کمبودی اونا برشان کم رخ میده به او خاطر من میگم تو به هر جایی که میرین امرویتان ببرین خوبتر از چون کمبودی ها رفت شده به نظر من که نام مسافر شده بودم فاطمه خاله خموش عزیز نه مسافر شده بودم یک 6 ماه شاید گذشته بوده یا 8 ماه نیکم
با مو استرس دپریشن هر کس وقتی مسافر شده یک حالتک میاین سرش بسیار چند بسیار نفره واقعا بسیار زیاد اذیت کننده است خیلی اذیت کننده است. باز پس هم عادت میکنه و خوب میشه و پس فعال میشه و دیگه همه چیز خوب شد از چیزا گذاشتیم. اما اونم وقتا ما در بلاگ طرف گلبرگی زندگی میکردیم. خدا شاید از طفلکای خورده که میدیم مثلا براتون بگم اونا اگر در اما چی صفحه ساتیری میکردن در یکان دفعه پنجره چون پنجره گرفته شده بود از پنجره مثلا میکنه از کلکین و طرف پنجره طفلکا از بیرون طفلکای دیگه کسر میده که ساتیری میکرد یا از یمنتانای خودم رو به خود دل ما تکه تکه میشه به خاطر از اینکه مثلا طفلکا در اوج غیر ساتیری دیگه دق میشن تا کودکستان نبود طبعا بعض کسایی نتوانیشون باشه اون با مسافری که اول می شاید اول تا راه رو نفهمیم از ما شکر یوتیوب است ما نمی مرجع بریم که ما یوتیوب است و بعض کسان دیگه به بسیار مشکلات مواجه هستن یا بودن یا فعلا هم حضور دارن طفلکای زورک مینه به خدا دل آدم تکه تکه میشه کودکستان رفتن نمیتونن مشکلات خلاصه زیاد از هشت نبودن که این برنامه میکنه که بابا بگم به تایید که پای خودت صادقانه این ما از داشتن ویزه پیش ما هست. یعنی ویزا داشتن به این میمونه که وقتی یک کسی از ویزا نداره مثلا میگه و یا اینیش به خاطر است تو بیایه یا یک جای میشیم که یک مشکل پیش میاد باور به خدا کنید تو فکر میکنیم ما دایق گفتیم صدی میمونه که پیش یک یتیم شما اولاد خود ماچ کنین یک طفل یتیم هست میگه نه یعنی اولاد نوازش بیتی میگن که پیش روی یتیم یعنی مطلب صاحب کلان است که پیش روی یک یتیم طفل تنوازش نتینه میگه ولی اونمو حالت به من دست میده روح و روان ما یعنی چند وقت از درگیر این مسئله است که میگم رفتم نمیتونم پس افغانستان صادقانه میگم به حد داغ از دل ما به خاطر داشتن ویزه پرسانت نکن ویزا است محدودیت هایی است که شما با ویزا هم کاری کرده نمیتونید مثلا به یک کسی رسیدگی که دارم نمیتونن این خیلی اذیت کننده برای واقعا خیلی اذیت کننده است یعنی ما وقتی که یک تلاش میکنیم یک کاری به یک کسی شود که نمیشه اذیت میشیم خب اگر بس که راستی که سلامش داشته باشه آدم دریغ نمیکنه شخص اما سلامش داشته باشه باز آدم سیز جگرخون میشه همون کدامچاله هم از آدم ساختن باشه نیزی خدا هم بشک دقیقا دیگه خودش بزرگتر است خودش میفهمه و ما خدا هم خیالش که میبینه و میفهمه وجدان آدم معقول سه میبینه خودش خدا هم شما رقابت بده که بتانیم بشک همون سب چای دیگه نشون قربان سید فاطمه جان کدام کتام میگیری یا یک سنم دوام داشته باشه کدام فرصت داری نداریش چون شیشتی بیادر به خدای نه وقتی اینجا میکنیم چی داره قسم میکنیم ما که آسو قسم اگر قارکانی کنیم امی نالوجان ببخشی از خط امور بیبی که یک کار دیگه اگر فاطمه بیچاره یکم نارام میباشه میباش کمره قطع نخوده بسم الله خود نه اگه باش که سردست فاطمه خواهد یا با چیز میشه میرسه در کار بلد نیستیم متوجه باش البته سر زیاد کار نکنیم من میگم که چیز است چی است؟ ریکارد است Abbiamo smakosit. Ama tu şişi kısım soğuk da عزیزم فاطمه جان او حالت وصل کردم اونجا دارم نه خود تلفن یگان دفعه داد میاد خاموش میشه او اگر راست اون من یه حساب طرفدار فاطمه خواه هستم من دادم کلش متوجه خواهر ما گفت که مثلا نگران چیز است استرس از اون نداشته باشه گوش پس جور میشه نه خیلی باش که از فاطمه جان یگان سوال کنیم میمان نه با سوال پیچ سوال پیش میکنم چطور از کار را که نو آغاز کردین برنامه را وقتی خودتان میسازین سوژه نمیفهم که قبلا هم سوژه از خودتان میبود یا امریکا کسی که کار میکردین مناسبتتان سوژه میداد آره راحت تر هستین یا قبلا راحت تر بودین؟ والا چی بگویم دیگه واقعتش که در چینل سابق هم که کار میکردیم مثل چینل خود ما فکر میکردم من باز یک عادت دارم که همیشه میگم یک کار نکنم که کار کردم از متای دل و صادقانه پیش ببرمشم در چینل سابق هم واقعا بسیار تلاش میکردم بسیار زیاد خوبی و خوشیش میگفتم کار پیش بره که
نگوین که اینجا مشکل داره اینجا مشکل داره دیگه او شبم گفتم که زیاد زحمت کشیدن دیگه خداوند خو خیر آدم هست که زحمت بکشه برای خودش هم خوب است بله. اما در این چینل خودم هم دیگه خوب سوجاست خودم هستم اما منجا نگان دفعه میگه که چیکار کنیم آنها شروعی فرماست در کل دوستان میبینن مثلا میبینن یا بعضی برنامه‌ای که خسته برشان شود رد میکنن اما نمیفهمن که اما تو پشت تاثیر مثل که سریال چقدر زحمت کار داره ولاگ هم چقدر زحمت کار داره که باش صدا صحیح بیه تصویر صحیح بیه چیکار کنین چی سوجه باشه که دوستان خسته نشه یعنی واقعا دیدم اینجا آسان است خب اما سب در چینل انداختن دیدن آسان خودت است خسته نشدی از شما چقدر شد؟ از ما تقریبا 4 سال میشه یگان دفعه خسته نمیشه که میگی وان بگه والله دست که ما اینا که برنامه نمی داشته باشیم بعض وقت یعنی کم بود سوژه باشه یا مصروف می باشیم بیمار می داشته باشیم وقت رسیدگی نمیتونیم فکر میکنم چیز رقم کردیم یعنی قسم حالات کردیم که برعکس از اینکه خسته نمیشیم اگر نداشته باشیم دق میشیم بیخی یک قسم کسل میشیم تنگی میگیره دین روز امروز هم شریف صحبت کردم گفتم یک دلم تنگ شده که چرا؟ دیشتر آجان گفتم درست برنامه ثبت نکردیم گفت که الان چی میگی؟ گفتم ما دیگه بس یک وظیفه و نیست کسایی که مثلا وظیفه میدارن مثلا میرن تدریس کردن از ما و شما هم یکی بیننده دیگه کلش مثل فامیل ما شده خدا یک فامیل بزرگ بر خود ساختیم به خاطر که هر شرایطی که میآید ما که تضاد جریان میباید فکر کنم کم صحبت هستیم همون فامیل ما است دیگه در این ملک مسافرت شکر کنیم دوستا رو داریم به خدا همین خودت فاطمه جان یادت میاد دینه میده قربان چه رقم برنامه نداشتیم این قربان تا زیاد در تنگ شده عید قربان برنامه داشتیم یک رقم که در خانه میامدیم جایی میرفتیم مثلا خانه شما آمدیم نه از رفتیم بس خانه در خانه کشتیم طرف موزه که سعی کردم که طرف از سعی کردم آمده فاطمه رو یک کاری باید برش بکنیم یا بیرون یا بیرون خوردن و برام این یک رقم اوضاعش چیز است واقعا شما همونطور بود نظر حد دلتنگ بود که راست میگه یک موضوع است اگه دعوتم باشی نخواد قدر خستگی یادم شود اما در ملک مسافری نظر من است که چی خانم چی شود مصروف یک کار بالا باشه بسیار زیاد خوب است بسیار زیاد از ما که اول که فامیل آمده بودیم اول تنها آمده بودیم دفعه دوم که فامیل آمدن ما به هر کدامشون مشخص وظیفه جدا جدا جور کرده بودم مسئول نگه داشته بودم شد وقتی که اگر مطمئن بودم وقتی که مسئول باشن در خانه باشن دق میشن یک گالمغال ناق میکنن یک کس اعصابش خراب میشه یک مریض میشه هر چیز کارش میره هر کارش میره اما اگر باز مسئول باشه در کار خصوصا در کاری که مثلا بتونه پس از یک اعلام بکنه خب چی بهتر الان یاد بعد بسیاری کسان ما شما اینجوری میشن بدون از اینکه با گفته اگر تو فقط میگه از این استرس پیشن بره میره در یک کار مفت میکنه مقصد میگه من این از یک دلتنگی خانه در خانه‌شتن بسیار زیاد مشکل بسیار زیاد واقعا من درک میکنم خب بازم خدا کمک کنه هر کسی که مثلا همچین یک مشکلات داره در ملک مهاجرت است مسافرت است مطمئن هستم ما یک چیز دیگه همیشه گفتیم چون در 4 سال ما در این تاثیر هستیم تو کلیت خوبتر در طرف خارج اروپا و آمریکا اینا دوستا هستن که همیشه بسیارشون که شما از مسافرت در ارتباط هستیم اونا قصه‌ای که میکنن ما مطمئن هستم که از اینکه اوج به اوج کسب میره بسیار زیاد مشکل است از صفر شروع میکنن پس دوباره تا رنگ نبوده تا زبان شد بسیار زیاد مشکلات فعلا باز ما شما پاش هستیم یعنی باور بکنید اگه کسی یعنی در حالت شکر از خود ولی میگم که مهاجرتی تو نیست که بیشتر پاکستان ایران و هند نمیفهم ترکیه یا باشه در هر جای دنیا مهاجرت شما اگر گرین کارت هم مونده که خلاصه بیخی پاسپورت هم جرام بگه هر کارش دارین ولی مهاجر هستن بسیار مشکلات دارن ولی دشواری خود داره سابق میگفتن که زن حسین قصه میکنن نه قصهش خلاصی نداره تا داره کوچ حالی ما خلاص میخوایم اگر بزنیم قصه از جایش خلاصی نداره بعد خصوصا اونجا که دلکش آلالا خاله در روز زنگ بزن یادم موتر یادم بیرون یادم خوب در ولی دارتی اگر پس که خاله جان بعض وقت تو قصهش هم رای هر کس هم نمیه
دقیقاً. امروز خاموش سیف میکنم ایشان همه تو یک تا خودش میگه یک تا اونو اردیشان رو داشتم هزار میتر میخواستم خیلی من فاطمه خواه خوب شرماندگان. چرا بیشتر خدا میگه؟ نکنه خدا نکنه دشمنم. من میگم خیلی جور رقم نه خدا بشه. نه خدا نکنه. خدا نکنه نه او این هدفش من هستم به خاطر از اینکه در کامنت‌ها نوشته کردن این برنامه چیزی یک دقیقه ببینین شما. برنامه که با لالا رشاد شد داشتیم مامو جان قیازت گم لالا رشاد بیچاره گم خوب گم زد دوستا خیر دیگه یگان جای مفتی باقی هم میگه یعنی میگم که در زیادتر کامنت‌ها که دقت کنی بسیار اذیت کننده میباشن نه ولی اب کسایی که ما را دوست داره واقعا پایتون خوشایند نه نیست دیگه موضوع دیگه گپ در چند واقعا گپ آدم نه یا گپ سگم می‌کنم، میه گپ کنم. سگم آها. میه خیر یک کت میگیریم به خاطر که خواه. یک چای مایی هم روش جا کنیم یک پکر یا روشن کنیم به خیلی خب در خانه ایسیدار باز بیاییم خیلی اینجا میریم. صحیح؟ دوشگاه اونجا اگر ساعت شانتیر است خب کاش کلاگی میادیم بیاز تا قوجان اونجاست خدا کشتکار نبه خودش نمیره. آه. نه اونا تایم هم چیز بود کورس آنلاین نه خیلی دیگر آزمون شما اول شما بیاین دیگه باز بخاطر اینکه نمی کورس آنلاین هم کاش نه بله. مثل نمی کورس مکتب کورس مثلا اونجوری که بینه میره کم از دمی اول که خدا گم کرد باز اون تو رد میکنه وطندارای گلم بازم خوش آمدین دیگه آیسته با آخر برنامه رسیدیم نام خدا قصه ما زیاد بود و مزدار بود که نام قصه اول گفتیم که بیاییم این بعض گپایی که هست و پلانایی که گرفتیم بخیر خوشخبری است با دوستای ما هم شریک بسازیم و اینجا قصه کردیم و پلان هم دیگه بخیر 100% شد باشه گفتیم خبر خوش دیگه بخیر به دوستان بگوییم میگم ما پیش سلام اصلا دوستا بر ما گفتن بسیار زیاد تشکر میکنیم پیش از پیش اما کنار خودشان خوشخبری رو میگم تا دیگه با ما خوشخبری هست مقصد نظر شما چطور از خوب گفت است؟ والا خودتان خزما کرد بهتر میفهمش در حساب دیگه چی میگم والا من چیزی گفته ندارم اما راستی خوشخبری البته در شما خیلی خوشخبری بودین باز ما گفتنی خود داریم در خودش خوشخبری همی هست وطندارای گلم که فاطمه میگه براتون خب یوسف جان بشی آرام خوشخبری و دوستا بگویم خوشخبری رو بگه بچیم دیگه وطندارای گلم خوشخبری ما می است بخیر که محفل که گفته بودیم بخیر که سرش کار میکنیم و مشوره شما را هم گرفتیم که بعضی های شما بسیار خوشحال بودیم و بر ما نظر دادن که محفل که تصمیم گرفتیم یا ای که برنامه ریزی کردیم خوب است محفل بگیریم دیگه حالا هم بخیر وقتش رسید دیگه بخیر کم مانده که انشالله محفل افتتاحی چینل ما را افتتاحی سریال از راست افتتاحی شد افتتاحی چینل ما را و اینکه شیرینی بودیم برای نمی دوستای نزدیک ما که همگیشان تبریکی میتن یک کدامش تبریکی میتن میگه شیرینی ما کجاست به خاطر که بخیر کار شخصی شروع کردیم دیگه دوستان تبریک همراه شیرینی شیرینی به خاطر که شیرینی میگه سرطان گشته یک چیز مواقع در پیش تمام یادم رفت من گفتم من نگفتم با راستی گفته بودم با خاموش عزیز گفتم اینه که چینل تا نه سردرآمد آمده دوستان آمد که ما اینی میکنم تا شیرینی هست با واقعیت امروز که شما خودتان به خاطر از اینکه مطمئن هستید محفل از بیشتر خاموش با فاطمه خود گفت ما این محفل که میگیریم از طرف فکر کنم 3456 سابسکرایبر هستن بین وقت تعداد کسایی که هستن اینا میخوان که از وقت تعداد بسیار زیاد قدردانی بکنن و دوستایی که چهار طرفشان هستن میخوان یک محفل بگیرن که برن و دارشان شیرین بکنن و با واقعیت براتون بگم من چیکار نکرده بودم فکر کنم دیگه اولین بار در 50000 سابسکرایبر بود فکر کنم وان محفل نگرفتیم که گرفتیم دبن فراتر از محفل گرفتی خودت فراتر از محفل دبن دوستا تجلیل کردیم که شانس زیاد با کسایی که شما رو دنبال میکنن و حمایتتان کردن و دوستتان دارن من فکر میکنم یک رابطه خیلی تنگاتنگ حتی با تو فکر نشه که با یک نفرشون بیشتر یک خوب زدی با این 50000 نفرم تو احساس میکنی که خیلی ارتباط مشناسیم میشناسی یعنی چون یک از اون خاطر فراتر از این محفل‌های گپا خود برگزار کردی نه سلامت باشید دیگه محفل بخیر باشه دیگه هر چی که خودتان تصمیم گرفته باشین واقعا
قدردانی از شروع از امی سابسکرایبرایتان از دوستانم میکنیم. ما واقعا خوشحال هستیم و از اینکه از امی اول با گفته اگر تا دست باز و دل کلان داشتنم کار کس نیست خلاصه سلامت باشید. و ما همیشه در بلاگای اول اومده چینل گذاشتم که کار میکردم اونجا با اون چینل ما همیشه گفته بودم که صداقت و راستکاری و پاسداری اینمی در اولویت کارم هست که ما صادق باشم با هموطنان و کسایی که واقعا دوستدار ما هستن و در کل پاسداری کنم. یعنی پاسداری در زندگی ما در خون ما هست. این همه تو پاسدار باشم و پاسدار تا فعلا اونمون 3000 چند سالی که خودت هم گفتی پاسداری بخاطر پاس حمایت از اونو و دیگه و هموطنای ما که آهسته آهسته در جمع میپیوندن ناگزیری که باید ما یک محفل بگیریم از اونو خاطر و همین دور بر دوستایی که هستیم ما شما دور به خاطر که دنیای مهاجرت هست یک جای شاید بسیار خوب است. انشاءالله که محفل ما بتونیم همون چیزی که دوستان میخواین دوستای در نزدیک ما و یکی بینندای ما میخواین بتونیم محفل بخیر گرفته و منتظر باشی که متفاوت کم مانده بخیر. انشالله که منتظر باشی بسیار یک برنامه خوب داریم بخیر به خاطر که من همیشه میگم که یک کار که آدم شروع کرد به نظر من خوب است که به دوستای خود که کسایی که خوش میشه بر آدم تبریکی میته با لبخند میگه که مبارک باشه باشینیش این یک لذت دیگه داره و ای که ما اونجا همین چند شب است که سرش کار کرده رسیم که برنامه که خوب باشه که هم ساعت ما شما تیشه و هم که میشینیم قصه می داشته باشیم یک خاطره دیگه هم در خاطرهای دیگه ما ضبط میشه به نظر میاد بهترین چیز است. بدون شک انشالله که بخیر میلیونی شوید. و اینجا امشب ما در برنامه چای قصه فاطمه واقعا خوش گذشت. هم در برنامه بودیم هم با چی میگن بدون برنامه آف در ریکارد وقتی که ششتیم قصه زیاد شد نام خدا و از محفل گفتیم و چای خوردیم و قصه کردیم. این خوردیم خانه تو همه چیز دیگه خواهش من بهترین گپ نمیگم بود دیگه که در اینجا بخیر گپ از محفل زده شد و ما مجبور شدیم که با شما یک جای و دوستای من بگویم که بخیر منتظر باشید. خوشخبری است کم مانده بخیر. خوشخبری در گفتن دیگه محفل در است. محفل در است. نمیزنم اونجور کن. خوبه چی میگه یوسف جان؟ اینه جوش در چار بزنی شوار دار خوب یعنی که کاش جورت بشه زنده سلامت باش پیشتر بخند از میمان نوازی خود خواهش میکنم. آره جناب میمان نوازی نمیم شما به اکشار خدا نه سعی خواهش میکنم دیگه دنیا آمدین سعی نام انجام میکنیم باشی به نانم آمدیم به چای این رئیس میمان نوازی نمیم که باز ما بیتیم میشه نه خدا نکنه دشمنایتان بشه میگه پانیست خانه ما شماست یعنی کلش یکی سکوجه اینجا دیگه به نظر میریم شیشتن ما شما دنیا رو ارزش داره دیگه دایی گرمی کی به خدا اینا ماند آدم میشه چای اینا هیچ چیز ما خیلی تقریبا یک هفته دو هفته شده بیخی به خدا از اشتیام مانده در طول روز اگر یک دفعه من نان بخورم میرم به زور به خاطر که هوام گرم شده دیگه ای که یک ذره یک آدم که به تشویش و استرس دیگه کارا باشه بخیر باز ذره یک آدم اشتیام یا کم میشه تا کم کار آدم انشالله که استرس و تشویش شما بخیر به خوبی نشه انشالله سلامت باشید همین بخیر محفل ما که بخیر بگذر با دلم جمع میشه انشالله بخیر و میگذره انشالله دیگه رسیدیم به آخر امشب بسیار زیاد خوش گذشت انشالله که بیننده‌های ما از این برنامه خوششان آمده باشه بسیار زیاد تشکر از شما سلامت باشید انشالله که تا ما شما فعلا هستیم رفت آمده هست بخیر بسیار گپا و پلان‌های خوب داریم بخیر زنده و سلامت باشین فقط در آخر یک پیام برای بیننده‌های ما خلاص دیگه دوستان عزیز چینل فاطمه جان سابسکرایب بکنین همراه دوستایتان هم شریک بکنین که انشالله بخیر به 10,000 برسه به 20,000 به 30,000 هم میلیون میشه انشالله ما گفتیم به دوستایی که ما را البته یک چیز میشناسن یا نمیشناسن خواهش است که چینل فاطمه خور و خموش برادر حتما حمایت بکنین و ما همیشه سپاس میکنم از سپاسگزار دوستایی هستم که همیشه حمایت میکنن خیلی زنده باشن چی میگن دیگه گپا زیاد است وقتکشان میگن خوش باشه بحقشان به خدا دیگه خدافیزی اصیل میگن به خودشان من از طرف خود خدافیزی گفتم وقتی که من باید برم او یخت بیارم
من اصلا کل طالگری میکرد چون داخل سیگار نشد. اوجا گفتیم اینجا میز است، اینجا چای است، اینجا قصص خیمه از خواهد. زنده باشه، سلامت باشه. با هر صورتش بکنید. دیگه شما رو به علای پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. خدا نگهدار. خداحافظ.